شما خستگی خود در چی میبینید؟ در کدوم حالت خسته میشوید؟ یا چگونه خستگی؟ وقتهای آخر از سخنان مردم، از گپ‌های مردم، چون بیگانه گوید اهمیتی نیست، اما خودی میگوید و قلب انسان میزند. من راستی گپ بسیار در خارج کار کردم، چون این گپ خبر نیست، اما اینجا در هر یک قدم، در هر یک رفتارت گپ میکنم. اکنون شما هم بدیل نگیرید این چیزها را. تمام بزرگان خوانده آمده ایم، همین طور بود و میماند. راستی گپ بسیارتر از گپ‌های بافته مردم، از گپ‌های دروغی مردم بسیار انحنامیش من بسیارتر خسته میکنم. کجا دانند به دلها دل ما، که هر یک خنده ما درد دارد. همه قدر سال در تمام دنیا درس میدادم، حاضرم درس میدم، فقط حرمت و احترام دارم. نیکی وقتی که تاجیکستان با اومده خدمت کردم، مهنت کردم، ماشینیک میگن منه خدمت میکنم، گشته منه گنده میکنن نزد حکومت. با همه مردم بیگانه با خدمت کردم، روی دست میگردونم. منه تاجیکستان اومده خدمت میکنم، ملت خودم منه خور کردن. وقتی که من درس میتیم در پریامو افیر با تمام مردم بیگانه سوالای باقل دادم میآموزد. یک تن امتا همین بعضا تاجیکو میدارد، همون پریامو افیر با گنده می نویسد از بخیلی هاشونه. پراستو شما باور نمیکنید که همه خیلی یک بچه کوهستانی از بعضی تو نقص شده برفت. پراستو بعضی تو باور نمیکنی، نفست به زورت نمیرسد.